چنده که در یک گذار یال نیکی باشه در دل یالای در بین یالای مقصد یالای دائما در یال روز باشد دائما روزشان فیروز باشد بیاین همه خواهر مادرها امروز نوروزه با یک مقصد پیشواز بگیریم که دائما خوشی و خرسندی باشد دعای همه خیلی در همه معلومه کیه در همه دوره خدمت مردم کردگی امروز بگذار یک چند سخن بگم ما زبان یا کلام خوشی و چی میشنویم بدیل پیر جوان را ایام جوانی زمین را و زمان را امروز در نه که در دیار ما در تمام تاجیکستان طبیعت زمان دیگر شد همه از نو جوان شد پیرانی 100 ساله و 1000 ساله از نو جوان شدن ما به همه مردم دیار خدا میگویم که نوروزتان فیروز باد هر روزتان نوروز باد نوروز شد و لاله خوشتنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان هوا جمله بکردن پرواز مرغ دل من از قفس تنگ برآمد آفرین سانکی مدت 10 سال برای حکومت قانون ما تاجیکستان فرزند دستیم در خدمتی تو کمر بو بستیم روشنزی بختر که بیشتر دولت کنون میمایون در اون دولت گلوش کفته در بستانه با بلونه در گلستانه همش نمی گذار جمع شده این اومده بیا که دولت پیش کردیم لایو خلال نوروزی کردیم لایو خلال نوروزی کردیم این ابو دولت کردیم این دولتی دومود نه کشیده
وقتی نگاه میکنم اخی بدون غریب کردی ای هر شما بشینید خب بیو امید قدمی حمید بیا دوار بچه نیاشه بود بابا بانی ببرو